سلام، خسته نباشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوباره در خدمتتونیم. آموزش رایگان پرورش قارچ و مسائلی بسیار مهم که شاید حتی در مراکز آموزشی بسیار گیج کننده باشه و حتی در اروپا هم برای این اطلاعاتی که من در اختیار شما میذارم، یعنی هزینه بسیار هنگفتی را باید پرداخت بکنی که این اطلاعات رو بتونن در اختیارتون بذارن. ولی خب من بدون هیچ چشم داشتی اطلاعات بسیار مهمی رو در اختیار شما میذارم که بهش فکر بکنید و بدونید طریقه رسیدن به راز موفقیت پرورش قارچ چیه. میخوام این مبحث رو با شما کار بکنم که شما دقیقا اطلاعات رو بگیرید و به نحو احسن در زمینه پرورش قارچ فعالیت بکنید. در اسلاید کالچر من گفتم که تا 1 سال میشه نگهداری کرد، 6 ماه تا 1 سال میشه نگهداری کرد. بله، امکان اینو داره، ولی خب بهتر از اینه. به نظر من بهتر اینه که کمتر از 4 ماه، یعنی بیشتر از 4 ماه نباشه، یعنی نهایتا 4 ماه. بعد از 4 ماه از اسلاید کالچر استفاده بکنن و دوباره تلقیح بدن یا ایزولش بکنن به پلیت های دیگه و نسل پلیت سوم که 3 بار ایزوله میشه به نظر من بهترین نسل برای به دست آوردن بذر قارچ. ایزوله کردن پرورش در مورد ایزوله کردن به نظر من بیشتر از 4 بار، حتی 4 بار هم زیاده، 3 بار یا 2، اگر کسی کارش دوست داره تا 2 بار حتی ایزولش میکنه. کار به 3 بار هم نمیکشه، ولی خب به هر حال 3 بار هم بازم خوبه، یعنی درصد باردهی خیلی عالی میتونه بهت بده. به خاطر همین ایزوله کردن بعد از اینکه مدل کالچر به دست اومد 100% از مدل کالچر میتونی یک مرحله عمل ایزوله رو انجام بدی و 10 پلیت 20 پلیت 50 پلیت به دست بیاری. از اون 50 پلیت دوباره میتونی عمل ایزوله رو انجام بدی. در اون 50 پلیت میتونی 200 پلیت دیگه حاضر بکنی. یعنی به نظر من در مرحله ایزوله کردن، اولین مرحله که به مدل کالچر رسیدی، بعد از مدل کالچر 2 مرحله دیگه کار ایزوله رو که انجام دادی، نباید بیشتر از مرحله دوم سوم کار ایزوله رو انجام بدی، چون که 100% تأثیر میذاره بر تولید پرورش قارچتون و باردهیتون. و باردهی به شیوه کاملا افت پیدا میکنه و شما به اون محصولی نمیرسید که باید برسید. به خاطر همین این 2 مبحث خیلی مهمه. خیلی از بچه ها از من سوال میکنن که چرا مثلا ما کشت
یه دوره کشت خیلی عالی داریم، مرحله دیگه کشتمون بده یا افت داریم. اشکال کار از کجاست؟ اشکال کار از دو طرف من میتونم بهش، از دو جهت میتونم بهش اشاره بکنم. یک، ایزوله کردن بیش از حد، بیشتر از 3 بار، اگرچه تا 4 بارم راه داره، ولی خب من هیچ موقع قابل قبول نیست برای من و درست نمیبینم، چون که تأثیر میذاره روی اسپور قارچ، کاملا تأثیر میذاره و ضعیف میشه. موقعی که ضعیف شد بدون شک باردهی کم میده و تأثیر میذاره بر روی اسپان قارچ. به خاطر همین اگرچه 4 بار طبیعیه، ولی خب من به نظر من کسی که واقعا میخواد به موافقه برسه نهایتا 3 باره باید ایزولش کنه. بعد از 3 بار کار عمل ایزوله رو انجام بده اشتباه خیلی بزرگیه. یکی از علتش اینه، ایزوله کردنه، و علت دومش گفتم موقعی که تو اسلایج کارچر تو داری به مدت خیلی زیادی در فضای محیط یخچال میمونه و موقعی که به مدت خیلی زیادی در محیط فضای یخچال هم بمونه بازم تأثیر بر بافت میسیلیوم قارچ میکنه و میتونه خیلی تأثیر بذاره روی افت بار و کیفیت قارچ و حتی روی تأثیر میذاره روی رشد میسیلیوم. به خاطر همین اینا 2 مبحث خیلی مهمه در زمینه پرورش قارچ. اگه از این 2 مبحث غافل بمونی 100% در کارت شکست میخوری و حتی اگه با موفقیتم کار انجام بدی درصد خیلی کمی تو میتونی از قارچ برداشت بکنی و از محصول به دست بیاری. به خاطر همین هر کسی که در این زمینه واقعا مشکل داره و قابل هضم نیست به صورت شخصی یا به صورت پیام به هم بگه، 100% من باهاش همکاری میکنم، بدون هیچ چشم داشتی یا کمکش میکنم و توضیح کامل بهش میدم که موفق باشه در زمینه بذرسازی. چون که زمینه بذرسازی راز موفقیت قارچه، این حقیقت. یعنی اگر تو در زمینه بذرسازی موفق نباشی شخص موفق نیستی در زمینه پرورش قارچ. به هر حال یوتیوب تازه‌ای که گذاشتم 100% فالوش بکنید، ویدیوهای خوبی میذارم، مباحث بسیار کلیدی میذارم، 100% به دردتون میخوره. هر زمانی که بخواید در زمینه پرورش قارچ و بخصوص تولید بذر کار بکنید، بجز تولید بذر حتی در مورد کمپوستم من در آینده نزدیک در مورد کمپوست توضیحات لازم رو میدم، نحوه درست کردن کمپوست و دقیقا با حجم آزمایشگاهی 2 کیلو نشونتون میدم که چجوری کمپوست درست میشه و حتی قارچ هم در لایف قارچ از کمپوست جدا میکنم و باری که بهم میده میارم روی صحنه اینستاگرام و در یوتیوب که
بچه ها بدونن هر کاری شدنیه، ولی خب همه چیز آزمایش و خطا میخواد. شما تا زمانی که نخواهید که آزمایش و خطا انجام بدید هیچ موقع موفق نمیشید. 90% بچه هایی که متاسفانه باهاشون در ارتباط بودم، با بعضیاشون پیام برام گذاشتن و همهشون به خاطر بعضی از مسائلاییه که رعایت نکردن و الان امکان پذیر نیست حتی در شرایط نابسامان امروزه اقتصادی تو خیلی راحت میتونی روی پای خودت وایسی و در زمینه پرورش قارچ خودت تولید کننده باشی. ولی خب متاسفانه بیشتر بچه‌هایی که الان حتی مهندسایی که دارن کار میکنن و خودشون سالن خودشونو دارن، خودشون مصرف کننده، یعنی خودشون مصرف کننده هستن، اینا تولید کننده هم نیستن. من میگم خودشون مصرف کننده، چون که اگه کمپوست براشون حاضر نکنن و بعضی در داخل کمپوستشون نباشه، بسته بندی و به هر حال تا جلوی سالنشون بهشون تحویل داده نشه، نمیتونن کار بکنن. میدونی چرا؟ چون که مشکل دارن، چون که هنوز به اون علمی نرسیدن که واقعا باید بهش برسن. آرزوی موفقیت دارم براتون. یوتیوب هم فالو کنید، مباحث مهم رو 100% به اشتراک میذارم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.